الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرانقدر که در کشوری همسایه ما و شما ترکمنستان زندگی داری و تجارت داری، خوشحال هستیم که شما را اینجا میبینیم و با مشکلات یکدیگر خبر میشویم، سخنهای یکدیگر را میشنویم و بسیار در یک فضای برادرانه و آرام این برای همه ما و شما افتخار است. باور بکنید که شما هموطنان عزیز و تجار محترم به نزد مسئولین امارت اسلامی افغانستان، خصوصا رهبری محترم امارت اسلامی افغانستان، بسیار قدر دارید. چند وقت پیش 35 یا 40 نفر از تجار ملی کشور پیش امیرالمومنین رفته بود، همراهشان ملاقات خیلی طولانی داشت. جناب امیرالمومنین صاحب برایشان گفت مثل که مجاهدین کارای نظامی و دیگر کرده و مجاهدین ما هست، شما مجاهدین اقتصادی ما هستید. یعنی نمی جمله بسیار وزن زیاد داره. مطلب شعر این است که کار شما هم ثواب داره و شما هم نزد ما قدرمن و با عزت هستید. واقعا شما تجار بودی که وطن عزیز و هموطنان عزیز خود را از هر نوع تنگدستی و قحطی نجات دادی. برکت شما تجار هست که امروز در کشور عزیز به نسبت کشورهای همسایه و جهان نرخهای مواد اولی پایین‌تر است. هر چیز ارزان است الحمدلله. در افغانستان اگر تیل باشه، اگر گاز باشه، اگر گندم باشه، اگر روغن باشه، از بسیار کشورها قیمتشان پایین است. این برکت شماست. ما و شما باید با یک دیگه دست بیتیم، از این فرصت استفاده خوب بکنیم. باور بکنید یک تجار در کابل و وزارت خارجه آمد و ما گفت که 20% فایده ما سر امنیت مواد تجارتی و کارخانه و مغازه و چی ما مصرف میشد. امروز در بخش امنیت شما یک پیسه مصرف هم در داخل افغانستان نداری. دیروز یعنی پیش از فتوحات، در وقت اشغال یا در وقت جمهوریت، وقتی که کالای شما، کاروانهای شما، موترهای شما که از فرغنده حرکت میکرد تا کابل چند جا از او پیسه گرفته میشد و به چی نوع خطر رو برو می بود، موتروان و موتر و هرچی. امروز الحمدلله او خطرات نیست. امنیت یک نعمت بزرگ خداوند است که بعد از 45 سال خداوند به ما و شما داده. یک
دوم برادران عزیز، حکومت فعلی در بخش اقتصاد، در بخش انکشاف پالیسی که داره میخواهد که در افغانستان انکشاف متوازن باشد. متوازن به این معنی که هیچ یک ولایت، هیچ یک از ولسوالی به دیگر ولایت ولسوالی برتری نداره. هر چیزی که به نفع همه ملت باشه. شما دیدید پروژه های کلان کلان در سمت شمال آغاز شده، چه پروژه سالنگ، چه کوشتیپه و چه حوزه تیل نفت امو، همه اون طرف آغاز شده، به این خاطر که به نفع همه ملت است. همچنان فیصله شد به خاطر خشکسالی که در حدود 400 ولسوالی افغانستان در هر ولسوالی یک بند کوچک آب جور شود تا که آب ذخیره شود، تا که سطح آب در زمین پایین نرود. تماما افغانستان این امتیاز داده شد. وقتی که صورتحال به این اندازه هست، پس سر ما و شما می وطن حق داره، این مردم حق داره که برایش خوب خدمت بکنیم. یه حکومت هم حق داره که همراهش خوب استاد شویم، که خوب شدی که ما را از دوز خلاص کردی، ما را از غلامهای بیگانگان خلاص کردی، ما را از اشغال خلاص کردی، ما را یک استقلال و آزادی و حریت و یعنی یک وضعیت آوردی که به نفع همه مردم هست. همچنان برادران عزیز، کسانی که در نمی 20 سال در جنگ شهید یا کشته می شد، باور بکنید از این بالاتر از خاطر مواد مخدر مبتلا می شد، بالاخره می مرد. امروز الحمدلله کشت کوکنار به سطح 0 رسید. با هزارها نه، با 10,000 معتاد از شهر کابل و هرات و دیگه شهرها جمع شده، زیر علاج است. یعنی یک رحمت الهی است. ما و شما باید اونمو مشکلات عمده کشور در نظر بگیریم. روزانه از 200 تا 300 تا 400 نفر شهید و کشته می شد. بسیار تعداد زیاد است. یعنی اگر 300 نفر کشته میشه، 300 مادر به پرزن میشه، 300 پدر به پرزن میشه، چه کشتکا به پدر میشه، چه خانه ها خراب میشه، هر طرف کی باشه. برادران عزیز، یعنی بعض حقایق ما به این خاطر با شما شریک میکنیم که باید متوجه شوید. یک پروپاگاند بود که این خارجی آمد از افغانستان آلمان جور میکنه و چی میکنه، افغانستان ترقی میکنه. اونها که آمد به ما شما چی دادن؟ آیا شما تجار محترم جهان دیده هستی، گشته هستی، افغانستان هم دیده ای؟ آیا در این 20 سال گذشته در تمام افغانستان یک شفاخانه اعمار شد از طرف حکومت؟ نشد. آیا یک فابریکای کوچک اعمار شده، تاسیس شده که اقلا 100 نفر در او کار بکنه؟ اگه شده کدام تجار کده خیر میبینی، ولی از طرف حکومت خونه شد. پس کدام ترقی به افغانستان آورده؟ در این 20 سال کشورهای جهان به کجا رسیده؟ شما که در ترکمنستان هستی، حال ما رفته بودیم به شهر نوی اشقابات، این خود این 20 سال جور شده. شما شاید دیده باشید در افغانستان کدام جای جور شده؟ چند تا سرکایی که پخته کرده به خاطر اکمالات نظامی پخته کرده، نه به خاطر مردم. اگر به خاطر مردم بود چرا سالنگ پخته نکرد؟ پس خارجی ها که چیزی میخواست میگه که ما اینجا تعمیر میکنیم. یک اصطلاح عجیبه آورده، گفت که ما ملت سازی میکنیم. این همین ملت سازی
که از طرف امریکایی ها میشد یک توهین بود برای مردم افغانستان. ملت خود را میگه که ارزش ها داره، برای خود یک افتخاراتی داشته باشه. اونها میخواستن که افتخارات دیگه سر ما و شما تحمل کنه، ارزش های بیگانه سر ما و شما تحمل کنه. پس اونها ملت سازی میگفت. الحمدلله که ناکام شده. و کسانی که با این فکر ساخته بود همه را ایشان برد. یک کس گفت که در افغانستان چرا امنیت خوب شده؟ در جواب نوشته کرده بود که از دو خاطر. یکی که مسئولین امنیتی امارت اسلامی افغانستان خیلی کوشش میکنه که امنیت محکم بگیره. دوم به این خاطر امنیت خوب شد که او دزدا هرچی که بود امریکا برای خود برد. میگه که کدرهای خوب است که ما وی را ببریم. حالا الحمدلله امن شد. فعلا امارت اسلامی افغانستان در حدود بیش از 3.5 لک یتیمها را کفاله در خانه میده. چه یتیم نظام جمهوریت باشه چه یتیم امارت اسلامی. با 87,000 بیوه کفاله میده در خانه. چی مربوط امارت می بود چه از اداره سابق. به حدود 190,000 معیوبین را تنخواه و کفاله میده در خانه. بسیاری از مسکین و بیچاره و که سوال میکرد در کوچه های کابل و کندهار و هرات و دیگه با هزارها نفر جمع کرده، با میتریک کرده، آلی در خانه که هرچی نفر داره فی نفر 2,000 افغانی میده. اگر 10 نفر باشه 20,000 میده. آیا در تاریخ افغانستان اینطور شده بود که بیش از 6 لک کسان را بدون کار کفاله و تنخواه میده؟ حکومت الحمدلله روز به روز قوی تر میشه. فساد از بین رفت. در تحول که آمد الحمدلله نه وسایل نظامی ما و شما ضایع شد، نه ادارات ملکی ما و شما تخریب شد، همه نگاه شد. یک اردوی متعهد و پخته و نظریاتی الحمدلله جور شده. بعد از فتوحات، بعد از رفتن امریکا و اشغالگران، 1 اینچ زمین الحمدلله یک کشور جرأت کرده نمیتونه که پیش بیاید. این همی افتخار همه ما و شماست. گفته میشه که حکومت و امارت همه شمول نیست. میگم چطور همه شمول نیست؟ در 11 روز 34 ولایت و قریب 400 ولسوالی فتح میشه. یک فرد از کندهار به بدخشان نمیره، از بدخشان به مزار نمیره، از مزار به ننگرهار نمیره، از هرات به بادغیس نمیره. هر جای مردمی اما منطقه قیام کرد و مناطق همه گرفته شد. دشمن شکست خورد. بلکه ها اردو بود، پلیس بود، اربکی بود و خارجی ها و وسایل نظامی و خب باز دیگه بحث است که چی بود. یکی در 11 روز همه فتح میشه. یه دلالت به این میکنه که امارت همه شمول است. هم از بدخشان است، هم از هرات، هم از سرپول است، هم از غزنی، هم از کندهار است، هم از ننگرهار. و امروز الحمدلله شما میبینی که در کابینه امارت اسلامی افغانستان از هر قوم، از هر قبیله، از هر منطقه، از هر ولایت وزیر داریم. از پنشیر وزیر هست، از بدخشان هست، از جوزجان هست، از فاریاب هست، از کندهار هست، از پکتیا هست، از خوست هست، از ننگرهار هست. از هر قوم هست، از پشتون و تاجیک و ازبک و بلوچ و پشه‌ای. فقط اینطور نیست که اونها فرمایشات بیگانگان را قبول میکرد که یک وزیر با فرمایش فرانسه باشه، دیگه با فرمایش امریکا باشه، دیگه با فرمایش اسرائیل باشه. با این معنا واقعا همه شمول نیست. ولی اگر حقیقت نظر بکنیم
از همه مناطق الحمدلله مسئولین داریم. و مهم برای افغانستان چی هست ما باید بود نظر بگیریم. مهم حکومت است، مهم امنیت است، مهم حفظ مال و جان و ناموس مردم است. مهمی است که سرحدات ما محفوظ شود. خدا کنه که از هر ولایت هر کس که باشه که اینمی خدمت بکنه چشم ماست. به هر حال اینمی حالتی که آمده خدا مهربان است که آهسته آهسته وطن هم جور شود. وزیر صاحب پایدامه به ما گفت که فعلا در افغانستان ما در 53 جای سرکا کار شروع کرده. در حالی که پیش از فتوحات امارات، پیش از 15 آگوست 2021 70 یا 75% بودجه افغانستان خارجه ها میداد. امروز الحمدلله ما و شما 100% بودجه خود از عواید خود تعیین میکنیم. فساد نیست، خیانت نیست، دزدی نیست، گمرک‌ها شخصی نشده، همه میره به خزانه و بیت المالی مردم. پس در این عرصه ها امیدوار هستیم که آینده ما و شما خیلی روشن باشه. این که ما میگیم که اقتصادم خوب میشه، وطنم به خوبی میره، یک مثالش همی است که ما امروز به ترکمنستان که دیروز آمدیم، امروز با جناب وزیر صاحب خارجه ترکمنستان و با مسئولین ترکمنستان بسیار مجلس طولانی داشتیم. همه روز در مجالس بودیم، چند مسائل بالا کردیم، سرش بحث کردیم. موضوع اول موضوع پایپلاین است، پروژه تاپی که برای افغانستان هم بسیار ارزش داره، برای کشورهای دیگه که به او میرسه، به پاکستان و به هندوستان هم ارزش داره. ولی کوشش میکنیم که در قدم اول باید به هرات رسانیده شود که مردم هرات، پارک صنعتی هرات از او بهره مند شود، هم به طرف ترکمنستان فایده، هم به طرف افغانستان. الحمدلله در این بخش بسیار صحبت های خوب شده. موضوع دوم موضوع خط آهن بود. در بخش خط آهن ما و شما در دو بندر به ترکمنستان وصل است. یک بندر تورغونی است، یک عقینه. در تورغونی فیصله شد که تاسیساتی که اونجا هست به سر خط آهن او را از طرف امارت اسلامی افغانستان 50 جریب زمین تعیین شده، از طرف ترکمنستان سرمایه گذاری میشه، تاسیسات جور میشه، یک برای تجار سهولت ها جور میشه. وقتی که یک کار شوه در قدم دوم پلانی است که خط آهن از هرات، از تورغونی به هرات هم رسانیده شود. یک کامی دوم در بندر عقینه که فعلا خط آهن تا اندخوی رسیده، خواسته ما این بود که به شبرغان برسه، شبرغان به مزار برسه. طرف ترکمنستان دلچسپی و آمادگی خود را نشان داد. امیدوار هستیم که در این عرصه هم دستاورد بزرگی داشته باشیم. موضوع سوم موضوع برق بود. برق هم از دو راه به افغانستان داده میشه، به هرات و او طرف به جوزجان و فاریاب. در هرات می خواهیم که تاسیسات و سب استیشن تقویه شود که الحمدلله سب استیشن نورالجهاد کارایشان به پایان رسیده. امیدوار هستیم که در 2 ماه آینده افتتاح شود. بعد از افتتاح این سب استیشن باز کوشش میکنیم که تا دیگه مناطق هم لینهای برق کشیده شود. این هم یک پروژه خیلی بزرگ و برای مردم هرات و خصوصا و پارک صنعتی یک بشارت بسیار کلان هست و این عملی هم است. اینطور نیست که وعده است بلکه عملی شده. همچنان
طرف جوزجان و مزار فعلا قراردادی که از طرف امارت اسلامی افغانستان شده که برک از جوزجان و دشت آلوان پل خمری اونمو لینی قوی رسانیده شود، از اونجا باز با کابل تا که صادرات برق در افغانستان برای افغانستان زیاد شود. هم ترکمنستان آمادگی داره، هم افغانستان و هم کار شروع هست. موضوع دیگر که همراه طرف ترکمنستان یاد کردیم موضوع شما بود. گفتیم که تجاران افغانستان بعضی مشکلات داره. وقتی که چیز میخره اگر زود انتقال نکنه سر جرمانه میآید. وقت خیلی کم است و مشکلات بانکی هم داریم. وعده کرد که سر این موضوع کار میکنیم تا که یک راه حل پیدا شد و همچنان یک کمیته تعیین شده که همین مسائل را تعقیب بکنه. همچنان برش گفتیم که ما و شما همسایه یکدیگر هستیم. باید در بعضی مواد تعرفه پایین شود، چون که صادرات از طرف ترکمنستان زیاد است و از طرف افغانستان کم است. این بیلانس باید تا یک اندازه برابر شود. همین موضوع هم صحبت شد. انشاءالله در آینده سرش کار میشه که چطور بتانیم از طرف افغانستان هم صادرات زیاد شود. موضوع دیگه که یک بشارت خیلی خوب هست الحمدلله که اولین مرتبه است که شاید شما در این 20 25 یا 30 سال ندیده باشید و یه هست که در این چند روز آینده از تاریخ 2 مارچ تا 5 مارچ 3 روز نمایشگاه بزرگ در اشقابات دایر میشه که در حدود 2-2.5 تجار از افغانستان میآید و شما هم شرکت بکنی. تمام مصنوعات و تولیدات و محصولات افغانستان به او کیفیت خوب همینجا پیش کو تا که برای صادرات شما و برای کالا و برای مصنوعات شما مارکت خوب پیدا شود. این یک فرصت خیلی خوب است. شما باید نمایندگی خیلی خوب از مردم و از کشور از تجار خود بکنی همینجا در اشقابات و یک نمایندگی از این هم است که هر دو طرف، هر دو کشور و چه اندازه دلگرم است و چه اندازه دلچسپی داره و چه اندازه متوجه هست که با یک دیگه تجارت زیاد شود. همچنان امروز با محترم وزیر صاحب خارجه و تیمشان موضوع ویزه را بالا کردیم که تسهیل و آسانی در ویزه بیاید تا که تجار ما مردم ما با آسانی بیاید با آسانی برود. اونها هم وعده داد که در ویزه کوشش میکنیم که هر چه سهولت زیاد شود. موضوع دیگر موضوع موتورها و کالا و سامان بود که وقتی که در تورغونډۍ به طرف ترکمنستان میآید بعض اوقات خیلی طول میخوره، چند روز موتر استاد میباشه. گفتیم ظرفیت بالا برده شود، نفرها زیاد شود، وسایل زیاد شود. وعده کرد که بالکل همینطور میکنم انشاءالله. موضوع دیگر قرضه هایی که بعضی تجاران افغانستان تجاری ما و شما سر حکومت داره، پیسه شان همینجا مسدود شده. وعده کرد که انشاءالله در آینده نزدیک حق مردم شما داده میشه و این هم یک دستاورد خوب هست که اونمو پیسه که از تجار ما و شما همینجا مسدود شده و داده میشه. گفت که بالکل همین فیصله شده انشاءالله میتیم. دیگه برادران عزیز شما باور بکنید که شما جایگاه خیلی بلند نزد حکومت فعلی دارید و هر کار و خدمت و ضرورت که بود این سفیر صاحب هست، اتشه تجارتی هست، در مر جناب کنسل صاحب هست، قاری صاحب قریشی صاحب، این در خدمت شما هست.
اگر کدام شکایت ازی داری هم به سر چشم میشنوی. اگر مشکلات هست هم رایشان شریک شود. این خانه مشترک شما هست. حتی ما به تمام سفارتخانه ها و کنسولگری ها، ما فعلا در کشورهای مختلف جهان 38 کنسولگری و سفارتخانه ها هست که اطاعت از ما میکنه، با ما کار میکنه، با امارت اسلامی افغانستان. به همه گفته که در هر کشوری که فعالیت داری شما کنسولگری و سفارتخانه مشترک مردم افغانستان است. از هر نظام که می بود، مخالف بود یا موافق، آلی امارت اسلامی را خوش داره یا نداره، با ما همکاری داره یا نداره، ولی وقتی که مراجعه میکنه باید خدمتش شود، حقشان است و خواسته هایشان باید شنیده شود، اخلاق و برخورد بسیار صمیمانه امرایشان شود. اساس دیگه افغان ها بیچاره این همی 45 سال مبتلای چه مشکلات بود، اونمو بود پرستی و تنظیم پرستی و قوم پرستی و سم پرستی، این همه بوتا دیگه شکسته شد. هر کس که باشه مسلمان است، افغان است، برادر ما است. هزار خویشی که بیگانه از خدا باشد، پیدای یک تن بیگانه که اشنا باشد. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. حالی که فرصت آمده اختلافات ختم شود، چی ضرورت است که یک به نام یک تنظیم مخالف خامخواه دیگه تنظیم میشه، به نام یک قوم مخالف دیگه که آیا یک قوم که حق داره، دل داره، ارزوها داره، ارمانا داره، دیگه قوم نداره؟ یک جوانی که چه ارمانها در دل داره دیگه جوان نداره؟ مردم یک ولایت که ارمان و ارزو محبت با وطن داره دیگه نداره؟ این وطن، این آب، این هوا، این نعمت خداوندی که خداوند به او داده، کی حق داره که او را بیگانه کنه، او را از وطن بیرون کنه؟ هر کس که در هر جای باشه، هر چی که کده، عفو عمومی اعلان شده، بیا به وطن خود. ولی این فرصت چطور نگاه کنیم، این را چطور تقویه کنیم؟ باید همکار یک دیگه باشه، با یک دیگه دست بدیم. برادران عزیز، این فیصله قرآنی است. خداوند می‌فرماید که انما یخشی الله من عباده العلماء، بیشک از الله تعالی که زیاد میترسه علما هست. پس اونمو ضرب المثل یا مقوله مشهور که شما شنیده ای که از او کس مترس که از خدا میترسد، از او کس بترس که از خدا نمیترسد. وقتی که کس لحاظ و پروای خداوند نداره، از پروای تو چطور داره؟ وقتی که علما، مجاهدین، طلبا از خدا میترسن، اصلا برای ما و شما کفایت میکنه. الحمدلله کسانی که ما در رأس داریم علما است، یکیشم تاریخ بد نداره. وقتی که نیست، این برای ما و شما افتخار است. از کندهار باشه، از مزار باشه، بنده خدا هست. ما و شما چی میخوام؟ میگه کور از خدا چی میخواه؟ میگه دو چشم. ما و شما امنیت میخواهیم، حکومت مرکزی میخواهیم، وحدت میخواهیم، تمامیت ارضی میخواهیم، حفاظت سرحدات میخواهیم، یک نظام میخواهیم که غم ما و شما را بخوره. یعنی باور بکنید که در 9.5 سال گذشته از هر کشور که یک افغان منجبندی می باشه الحمدلله پرسانش کده. حتی وقتی که در سودان جنگ شروع شد، از عربستان سعودی کمک خواستیم که چطور چند تنها مردم افغانستان را از طریق سعودی باز به جده آمد، از جده باز به طیاره به کابل آمد. از زندانهای کشورهای مختلف به صدها تن بلکه با هزارها می رسد که الحمدلله افغانستان انتقال شده. هر جایی که می باشه الحمدلله پرسانش میشه. وقتی که ما و شما میتونیم مسئولین و حکومت داشته باشیم، خداوند برش دیگه هم توفیق بیده
خوشحال شدیم که شما را دیدیم. خداوند همیشه ما و شما را با خوشی و با راحت یک جای کنه و خوشحال میشیم که همه تان همینطور در کابل هم ببینیم. هر کس که هر مشکل داره به وطن در هر ولایت میره، انشاءالله سفیر صاحب خدمت شان است و اونجا ما در خدمت هستیم، دیگه مسئولین در خدمت است. خداوند شما را توفیق بده. خداوند این سفر هم پر از دستاوردها کنه و امیدوار هستیم که ما و شما در چند ماه آینده از بشارت های خیلی خوب انشاءالله خبر میشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.